تو دروازه را برش باز نگذار. چطور خدا نگاه میتونیم؟ شیطان خود شیطان خود دیده نمیتونیم، چطور خدا نگاه کنیم؟ بله الله متعال برای ما معرفی کرده کدام مجلس شیطان است، کدام تجمع شیطان است، کدام موقعیت شیطان است. بالکل برات مشخص کرده. مجالس شیطان کس نمیشناسه. رقص شروسته تو الله را لحاظ نمیکنی، پیغمبر لحاظ نمیکنی، امسا را لحاظ میکنی. حاجی صاحب کجا روان است؟ میرم توی بچه اونجا خود رقص است. ولی چی کنیم؟ امسایه است خفه میشه، الله خفه نمیشه، رسول الله خفه نمیشه. معلوم شد که قدر امسایه پیش تو از الله کده زیاد بوده، از پیغمبر کده زیاد بوده. کجا روان استی؟ ولا چی کنی؟ میروی مینمیجا محفل است. محفل چیست؟ بدعت. چی میکنی؟ نمیشه. قومیداری است. قومیداری که نمیشه. من نفر مسلمان برادرش میموره در لاسپیکر اعلان میشه میم صبح بالکل در جنازه شریک شده میتونه که دعاست برای مرده. آخرین حقی یک مسلمان سری تو رفتن در جنازه خواندن و رفتن تا قبرش است که تو دعا. جنازه چیست؟ دعا برای برادر خود است. نمیره، یکی نمیره. سبال فاتحه گیریش است، در فاتحه گیری روان است. از کجا شده این فاتحه گیری؟ این چه قسمی است؟ ها؟ سیلواری کلار اینطور کده رویسته، مردم اینطوری استاد است. قاریا خوانده رویست، مردم نه گوش میگیره. قرآن چی خوانده میشه؟ فقط رفت است آمده است، رفت است آمده است. تعظیم غیر الله را هم کرده روی سراری ترخم دستم دریجه. این کدام کتاب است؟ کدام کتاب است؟ نه اینجا شما باور به الله بکنید مردم اسلام نپذیرفتن. اسلام پذیرفته باشه سوال میکنه عالمه که می عمل ما رواست یا ناروا. لااقل یک سوال خو میکنه. نمیشه شریک در میتور مراسم. سنت رسول الله را ترجیح میده. الحمدلله شریک نشدیم، نمیشم شریک. الله برام توفیق داده، همین تصمیمم گرفتم، الله همونطور برابرم کرده برام. نمیرم. کس ببینه چی میکنه؟ مولوی سیوا چپن کشال روان است، در فاتحه گیری میشینه. معلم مولا تو چی جواب به الله داری؟ تو را به الله قسم همین کاری که تو میکنی حرام است یا نه؟ در کتابی خودت چی نوشته کرده؟ اقبح القبائح که تو سرش عقیده داری، کتاب فقه شریف است. چرا می کار کرده رویستی؟ یک دفعه نه، یک سال 50 مقتدی میمونه، 50 مجلسی بدعت تو انجام داده رویستی. این گناه را کدام طرف کده میتونی؟ یک گناه را هم نمیگیری. قرآن شریعت التزام گپ یادی نیست که کسی بگه من شریعت قبول دارم. دروغ میگه. اونو شریعت قبول داره که موافق خواهشش است. خواهش که موافق خواهش نیست او شریعت کسی سوال هم نمیکنه، پرسان هم نمیکنه که چی گپ است. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ای اولاد آدم علیه السلام یقینا ما روان کردیم علیکم بالای شما لباسا روان کردیم. لباس خود زمین است، یا از گیاها جور شده یا از چی؟ پشما و موهای حیوانات. چطور میگه که ما روان کردیم؟ هر اون نعمتی که الله اسباب و وسایلش از طرف بالا انتظامش میکنه. چرا؟ گیاها و بوته ها توسط بارانا پیدا نمو میکنه، حیوانات هم توسط باران زنده است، آب میایه برشان. یک مانا مفسرین میگه قد انزلنا، قد خلقنا، ما پیدا کردیم. از نزول چرا میگه؟ فرمان داده الله متعال از طرف بالا که برای مخلوق انسانی در اینجا مسئله لباسش مهیا شود. فرمان الله شده که انسان باید لباس داشته باشه. کدام لباس؟ یواری سوآتکم، اول مقصد لباسی است یکی بپوشانه او عضو تانه که شما بد میدانی آشکارا شدنی عضو. سوء امو عضو میگه که نمیخواه انسان کسی دیگری او را ببینه. اول مقصد لباس پنهان کردن است. بعد از او و ریشا زینت است برای شما. یک انسان لچه ببینه و یک انسانی که در لباس است. از همون خاطر کدام لباسی که چسب برای انسان است که یا دریشی برش میگه، او دریشی چی نداره؟ زینت نداره. لباسی که واقعا از بدن یک کمی فراختر است، خیلی لذت، خیلی زینت داره، خیلی جمال و زیبایی داره. لباس افغانی ها را ببینی و لباس دنیا غرب ببینی چی رقم است.
دمینجا دمی بین صفا کی ببینی پتلونکای تونتلاخه کی پوشیده شما ببینید چی رقم است. ولی مملکت اسلامی است، چی ضروری است که ما پتلون بپوشیم؟ در وظیفه همه پتلون ضروری کن. مملکت اسلامی است، چیزی که اسلام برای ما میگه همون لباس باید بپوشیم. ها؟ در یک موقع قانون اسلام رعایت نمیکنی، در یک موقع کلش تمثیلی غرب است، کلی گپایش. باز میگه ما مملکت اسلامی است. چی رقم اسلامی است؟ فحاشی آزاد، سود آزاد، بانکای سود رسمیت داره، قبرا طواف میشه، پرستش میشه، بگوی دیگه شراب نوشیده میشه، انواع جنایت در اینجا است. تبلیغات یهودیت و نصرانیت به طریق مرموز آنقدر ادامه داره که پرسان نکن. انجیل در مکتبات توزیع میشه. چی؟ اسلام چی مفهوم داره؟ که ما معرفی میکنیم که اسلام چیست؟ حکومت اسلامی است یا مملکت اسلامی است؟ کدام اسلام؟ و لباس التقوا ذلك خیر، لباس تقوا خیلی بهتر است. دو قسم لباس انسان داره، یکی لباس ظاهری که جسم ظاهری ما توسط از او پنهان میشه. چقدر مفید است لباس ظاهری، عیب ما را پنهان کرده، عورت ما را پنهان کرده، سبب زینت ما شده. هر قدر که لباس نظیف پاک صفا باشه همون قدر انسان خوب معلوم میشه، با عزت معلوم میشه. اینمی قسم انسان لباس معنوی هم ضرورت داره. مثل که لباس ظاهری جسمی تو را از سردی و گرمی و از گرد و غبار و خاک و این گپا منع میکنه و عیبا و نقصانای تا پنهان کرده، لباس معنوی تو را از چی نگاه میکنه؟ از خباست ها، گناه ها، از آن چیزی که سبب بدبختی آیندهت میشه. هر انسان به لباس معنوی ضرورت داره. لباس تقوا تشبیه میده الله متعال تقوا را به مثل یک لباس ظاهری واری. مثل که لباس ظاهری به بدن ضروری است، لباس تقوا هم ضروری است. تقوا چی را میگه؟ ملکه و قوت پیدا کردن در وجود خود که تو را باعث میشه که هر امر الله را بجا بکنی و از هر امری که الله منع کرده خود نگاه بکنی. اینی را تقوا میگه. لباس تقوا پیدا کردن خیلی ضروری است. دنیای غرب امروز هم از نگاه مادیات همه وسایل مادی برش مهیاست، اما چیزی که وجود نداره لباس تقوا است. عقیده و دیانت است، در اونجا وجود نداره، زندگی وجود نداره. و لباس التقوا ذلك خیر، لباس تقوا این لباس خیلی بهتر است. چرا؟ او خود جسم ظاهری را نگاه میکرد یا زیبا میساخت. این جسمی معنوی تو را، ارزش تو را بالا میبره، انسانیت تو را برجسته میسازه، در سرحدی میرسانه که الله سرت فخر میکنه. خبرداری اگر لباس تقوا را پیدا کنیم. ذالک من آیات الله، این چیزی که بیان کرده شدی از جمله نشانه های قدرت الله است. لعلهم یذکرون، بخاطری که مردم نصیحت بپذیره. ذالک، این روان کردن لباس که الله سبب حفاظت بدن ما را توسطش میکنه، یا لباس تقوا، ای از جمله نشانه های قدرت الله متعال است. همین لباس از کجا جور شد؟ این سلیقه جور کردنش کی برای ما نشان داد؟ از نشانه های قدرت الله متعال است. گیا چیسته؟ همین استعداد کی داد که در یک دقیقه پشم گوسفند میگیری، بعد از او در کارخانه میدی، بعد از او بری تو اینطور یک لباسی خیلی زیبا مزین بری تو میکشه؟ خلاص این سلیقه را کی نشان داد؟ از جمله نشانه های قدرت الله متعال است. انسان باید به پی بزه. چرا؟ لعلهم یذکرون، شاید که مردم نصیحت بپذیره. چه رقم نصیحت بپذیره؟ لباسی که الله تعیین کرده برش همون لباس استفاده کنه، خصوصا لباس تقوا را. امروز لباس ها را ببین، عالی دیگه عورتا پشت کردن و زینت خوب بگذار، تمام فخر و فاخری و موت پرستی در چی آمده؟ در لباس. یک زن 50 جوره لباس داره. امروز توی بچه کاکایش هست، سبا از بچه خالیش هست، دیگه سبا از ناسی امیش هست، دیگه سبا از بیادرش هست، دیگه سبا از چی؟ بگوی خوارزادهش هست، دیگه سبا از بچه مامایش هست. هر توی بری خود لباس. این گپ در فارسی اونای ما خیلی زیاد رواج است، در پشتو رو قدر زیاد نیست. چرا؟ عیب میدانه زن که در توی فلانی میرم لباسی سابقی خدا بپوشم، جدید باید باشه، موتی نو باید باشه. چی رقم؟ حالی میگه عروس اینطور لباس هم میپوشه که 5 دختر از پشت سر دامنهایش هم میگیره. عجیب کاراست. کدام نخره نیست که کفار سر ما میزنه؟
کدام نخره نیست. ریشخند کرده ما مردم تباه برباد کرده. در دنیای غرب یک خلقاقه یک پتلون است. وزیر شام، مامور شام، بگوی دیقان شام، هیچ کدام لباس دیگه پیسی زیاد مصرف نمیره. چین است که گاهی به یک مدل، هندوستانش از دیگه مدل، پاکستان هم حالی راهی از واره گرفته. چرا که پیسی زیاد پیدا میشه. کلش در کجا وارد میشه؟ در مسلمان. زن میبره از خانه که حالی میبینی یک عجیب است. چی جبر؟ لباس سنگین کتان قرا ام خوب معلوم میشی. راستی تا نبگوی امی خواهرایی که حجاب درست داره چطور معلوم میشه؟ ما در زن قیمت الحمدلله مدرسه خواهراست. زمانی که میبره شما باور بالله بکنید در وقتی که بیرون استاد شد امی خواهرا که با یک قسم حجاب میبره امی منطقه را گبی کدام زیبا ساخته نمیکنه. بردم قرآن همینطور برای ما میگه، ما پشت قرآن نمیرویم. لباس به خاطر چیست؟ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان. الله بعد از داستان آدم علیه السلام برای ما چی هدایت میده؟ ببینی حالاتتان آدم علیه السلام با کدام سرنوشت مبتلا شد، باز بعد از او آینده چی کرد و چی شد. گپا کلش فیصله شد که تا دنیا را آدم علیه السلام آمده، خود شیطان هم قطعش آمده. الله چی دستور برای ما میده؟ نتیجه گیریست. یا بنی آدم، ای اولاد آدم علیه السلام، لا یفتننکم، شما را در فتنه نندازه. الشیطان و شیطان لا یفتننکم، شما را گمراه نکنه. چه رقم؟ به حرام ساختن لباسایی که الله حلال کرده. نه چرا؟ عربا در او زمان میرفتن طواف میکردن در بیت الله، لیکن لچ زنا از طرف شب، مردا از طرف روز. چرا؟ در این لباس ما گناه کردیم، این لباس نمیپوشیم. او بدبختی خبیث. لباس چی گناه کرد؟ لباس خود تابع توسته. گناه را خود وجودی تو کرده. تو خود وجود قطیت است. اگر طواف میکنی، اگر نماز بخوانی، لباس چی گناه داره؟ نه؟ اوهام پرستی یا فرهنگ نعوذ بالله از خود کشیدن، این عنعنه میگه. دین الله را بگذار، فرامین و دستورات الله را بگذار. الله بر لباس روان کرده بود که لا اقل عورت بپوشان، دیگه زینت تو هست. لیکن چی میکنه؟ یا لچ نعوذ بالله چی میکردن؟ طواف میکردن. چرا؟ با گمان و زعم خودشان که لباس ما گناه داشت کردیم، قطعی طواف کردن بالای ما حرام است. الله میگه کی حرام کرده؟ لا یفتننکم، ده فتنه نندازه شیطان شما را. آلی شیطان کیسته؟ دنیای غرب است. یا شما را ده فتنه نندازه، دعوت میده شما را طرف فحاشی و عیاشی. رقم موتاره برای ما اینجا پیاده کرده رو ایسته. تلویزیونا کلش اعلان. گاهی یک مارکت، گاهی دیگه مارکت، رقم. اونم در لباسی کی؟ بگوی افسوس است. خواهرارم سبب جلب توجه مردم ساخته در اعلانات. ببینید انسانیت است، غیرت است. دخترای قشنگ و زیبا را سبب جلب توجه مردم برای اعلان خود ساخته. یک مسلمان که می کار بکنه به الله چی جواب داره؟ تو برای پیدا کردن پول و پیسیت، عفت و آبرو و عزت یک دختری مسلمان چطور کردی در اونجا پیش کردی؟ در اعلانات میدادی. آلی کلی گپای اعلانات توسط چیست؟ توسط دخترای زیبا. شیطان گمراه میکنه نمیکنه؟ تو چی تاجر هستی؟ تو چی مسلمان هستی؟ همین پول تو کسب کردی، کجا میری آخر؟ همین جواب به الله چی میدی که برای جلب توجه یک مواد چیسته تجارتی از کی استفاده کردی؟ از غیرت یا از بیغیرتی؟ از کدامش؟ از دوسی یا از نکی؟ از چی استفاده کردی؟ یکی. یا بنی آدم، ای اولاد آدم علیه السلام، لا یفتننکم الشیطان، شما را در فتنه ننداز. شیطان برای نمیکنه تا گاهی به نام ورزش آلی ورزش دخترها و زنا میکنه، در کلاب میره خدا لچ میکنن. خواهرم خبر داری پیغمبر علیه السلام میفرما کدام زنی که لباس خدا بدون خانه شوهر در جای دیگه تبدیل میکنه، لعنتی الله سری از او زن است. تنها تبدیلی لباس در خانه غیر محرم. آلی میدانی یا نمیدانی؟ او تو میری در کلپی ورزشی برای چی؟ تقویه اندامید یا برای خوشی اندامید؟ الله که تو را پیدا کرده
اگر نه که کمک گوشتاش او زیبای اندام است. عجیب است. ما ایران ماندیم که می عقل و هوش این مردم کدام طرف میره؟ حالا کی چیز زیبای اندام است. به نام ورزش زنا هم خود لچ میکنن، مردا خو چوتگک میپوشه، کلی عورتا معلوم، کلی عورتا. ورزش چی است؟ و برادر مسلمانم کار کو، محنت کو. پیغمبر ورزش میکرد، صحابه ورزش میکرد. ها؟ آواز داده میشد، اقرا ابن حابس رضی الله عنه یک صحابی است، الله اکبر، که آواز میشد با سعی میکرد که 100 کیلومتر راه را زده در بدوی خود. مجاهد بود. ورزش شما میفهمید به خاطر چی است؟ ها؟ مسلمانان را دعوت به این خاطر میده که یا ورزش تیراندازی نکنه، یا ورزش بدو نکنه، یا ورزش پهلوانی را نکنه. پهلوانی طور نه که خود لچ کو، یکی دیگه خود در کومه بزن. پهلوانی که یقینا کافر کشته بتانی، مهارت پیدا کنه سنگرگیری. ترد زد این مدال آورد گروپی افغانستان. چی را مدال آورده؟ این مدال چیسته؟ مدال او وقت است که سنگر دشمن و کافر فتح بکنی. سنگر کافر و دشمنه درس برش بده که تو 100 سال تمرین کرده، خب ما 1 سال تمرین نکردیم، انشالله در مبارزه بیا. فوج روسی طور نبود، 50 ساله 40 ساله فوجای تمرین یافته بود، لیکن مجاهدین که زدن سرش رو میکرد غوغایش میبرامد. این خبیثایشان هم غوغایش میبره و مجردی که فیر میشه گریانا را شروع میکنه. خبر ندید تو مسلمان باید بدانی حیثیتی تو در کجاست. در ورزش ها میره، خدا لطف میکنه او بازی میکنم. عجیب گپاست. هیچ کس حیثیت انسانیت خدا برات نمیکنه. قرآن برات میگه لا یفتننکم، شما را در فتنه نندازه الشیطان و شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنت، مثل که کشید پدرایتانه، هر دو پدر و مادریتانه، من الجنت، از جنت نکشید. با کدام میله، با کدام چی دسیسه، چقدر خدا خیرخواه معرفی کرده. اوه اینا خیرخواه. اینمی دنیای غربی امروزی عیناً شیطان است. شیطان است، تنها او جنی سینسیست، دیگه فرق نداره مکمل. یام در لباس خیرخواهی آمده امروز، دین ما را تباه میکنه، غیرت ما را تباه میکنه، ناموس ما را تباه کرده، عزت ما را تباه کرده، سرزمین مقدس ما را پامال میکنه، توهین سر دین ما میکنه. کدام کار است که نکرده؟ مجمعه بزرگ ما را بمبارد کرده، خونی ما در پیش از یو به اندازه یک قطره آب ریختن ارزش نداره. خبر داری یا نداری؟ کدامش است؟ نیستم میگم. به نام چی؟ کمک و همکاری. کمک و همکاری. صلاح دین جمع تا میشه، اونجا تا میشه. اینجا مرا در بغل گرفته، اونجا باز میری از کدام را صلاح دکی میرسه. او کی را میکشه؟ یکی شربکیست، یکیش طالب. زده بره، خب بزنه ما بینیتان. یکی تانه نمانه، نه زندگی بکنه، نه تعلیم بکنه، نه آرامی براتان حاصل شوه. بس دیگه جنگ ادامه بده. خب موقع براتان است. چرا دستی تانه یکی نمیکنه؟ همی خبیثه دور بده صلاح را که در هر جای رای خدا گم کنه که چرا آمد بد کردیم که ما در این مملکت اسلامی آمده، که بفهمه یا شیطانای واقعی است. خیرخواه خدا معرفی کرده، ناصحین قسما را یاد کرده، او چی فریب برش میده؟ شما را ترقی میدیم. آدم علیه السلام چی میگفت؟ تو را ترقی میدم. این درخت بخود جاودان ده اینجا باش، صفتای ملکی برات پیدا میشه. این دنیای شیطانی برای ما چی میگه؟ شما را ترقی میدیم، وطنتان آباد میکنیم، دموکراسی بیا دموکراسی، حقوق مراعات میشه، جوانا خوش است، اینقدر خوش است هر طرف که میره دختری جوان موجود است، خوش است. مردمی که درک نمیکنه حقیقت و واقعیت و جوانگری اختلاطا باشه، باز تو پیدا نمیشدی. خوب بود که مادرت مسلمان بود، تو را کالا کرد که پیدا شدی، اول خود سقط نکرد، نرفت در شفاخانه که چی کنه میره تکلیفه، کرد پیتر پیچکاری میکرد برو بخیر، در محالت نطفه خونسا میکرد، از بین میبرد. باز پسان که پیدا میشدی باز در کودکستان رایی میکرد، نه پدر میشناختی نه مادر. فوجی امریکا امروز کدام فوج است؟ پدر و مادر داره؟ از کجا پیدا شده؟ او مسلمان ها نکنه، عزت تا آبرویتان از بین میبره. این شیطان هاست، این با می خاطر آمدن.
ما خواهمی مبصرینی که باز میشینه که همی دان خود کاچی برای دموکراسی میکنه، این قدر قارم میایه که هیچ پرسان نکو که تو قرآن مطالعه کرده ای، تو چی میگی؟ یا هم دمی لباس، در لباس ترقی، در لباس آبادی وطن. ما پیشتر براتون چی آبادی را کرده برای ما؟ یک بنده کدام نار کشیده، یک دشت در زیر آب کرده، کدام بندی برق شما اینجا جور کرده، کدام کارخانه سابقه را ترمیم کرده که کارخانه سابق در افغانستان بود پس ترمیم کرده باشه که به مردم کار پیدا شود. نه 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 نه، ما را محتاج بگه ترکمنستان و پاکستان همه جا کرده. اینجا جنگاش درست، پاکستان آردای 100 ساله خوده که نان نمیشه، سر ما به قیمت بزرگ فروخته رایست. افغانستان مرکز میوه بود، عالی میوه از پاکستان برای ما میاد، رومی از پاکستان میاد، شرم نیسته دیگر چی میکنی؟ سرزمینی سرشاز از افغانستان است، انواع میوه ها. ما حالی در کجا شیشتیم؟ دست چی؟ برقی ما در ترکمنستان است، یک کمی که خود شور بدیم کت ختم میکنه، خلاص دیگه. حالی چاپلوسی کده برو.